جام آسیا 2022 میان فوتبال بازان تا 23 ساله در گروه به آغاز یافت. دسته منتخب المپی تاجیکستان که با رهبری سرمربی مومن ارگاشف در دور اول بر دسته لبنان با حساب 1-0 غلبه کرد. گل یگانه را در این بازی حمایتگر دسته استقلال دوشنبه وحدت حنانوف در دقیقه 87 زد. وحدت حنانوف بهترین بازیگر این بازی دانسته شد. نبرد تاجیکستان با لبنان در ورزشگاه مرکزی در حضور 4200 تماشابین برگزار شد. در بازی دیگر گروهی دسته منتخب المپی ایران به دروازه نپال 4 گل بی جواب زد. 28 اکتبر در دوره دوم مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 دسته المپی تاجیکستان با دسته منتخب نپال بازی میکند. این بازی نیز در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی دایر میگردد.